موضوع: پرینسیپ کاری محرک درونسوز. سیکل کاری محرک این یک قطار روندهای دور تکرار نشونده می باشند که در هر یک سیلیندر می گذرند. همه سیکل کاری محرک در 4 تکت یا 2 دورزنی نورد زانودار اجرا می شود. چونین محرک ها را محرک های 4 تکته می نامند، لیکن محرک های 2 تکته نیز وجود دارند. آنها در زمان معاصر در اتومبیل ها استفاده برده نمی شوند. روندی که در سیلیندر محرک هنگام حرکت پارشن از نقطه بالایی آرامی به نقطه پایانی آرامی و برعکس اجرا می شوند تکت نامیده می شود. در محرک 4 تکته این تکت ها چونین می باشند: یکم تکت وارد شوی، دوم تکت فشرده شوی، سوم تکت وسیع شوی، چهارم تکت خارج شوی. در تکت یکم داخل شوی آمیخته یا هوا به سیلیندر، پارشن از نقطه بالای آرامی به نقطه پایانی آرامی حرکت می کند. در این حالت در سطح بالایی سیلیندر حجم کلان شده، فشار سیلیندر به حد پست می شود. کلپن کشاده شده، آمیخته سوزشواره به داخل سیلیندر فرو برده می شود. در تکت دوم فشرده شوی، پارشن از نقطه پایانی آرامی به نقطه بالایی آرامی حرکت می کند. کلپن وارد کننده پوشیده شده، آمیخته سوزشواره فشرده می شود. تکت مهم در کار محرک این تکت وسیع شوی می باشد که آن را تکت کاری هم می نامند. این تکت به ما کار فایده‌ناک می دهد، یعنی نورد زانودار را به دورزنی مجبور می کند. در آخر تکت فشرده شوی بین الکترودها شمع برقی شراره حاصل کرده می شود. شراره آمیخته سوزشواری را علنگه می گیراند. در نتیجه سوزش آمیخته حرارت بلند حاصل می شود. اساس این فشار بلند می باشد که به پارشن داده شده، از آنجا به واسطه شتون به نورد زانودار داده می شود. در تکت چهارم خارج شوی، پارشن از نقطه پایانی آرامی به نقطه بالایی آرامی حرکت می کند. در این وقت کلپن خارج کننده کشاده شده، پارشن گازهای سوخته شده را به بیرون تله می دهد. پس از آن سیکل کاری محرک تکرار می شود. در محرک دیزلی فرسونکه های الکترومگنیتی، سیستم افروزش و شمع‌های برقی وجود ندارند. به جای آنها فرسونکه های فشار بلند گذاشته شده‌اند. در تکت یکم پسشوی فشار در سیلیندر تنها هوای صاف را به سیلیندر داخل می کند. در تکت دوم فشرده شوی هوا داخل سیلیندر چنان فشرده می شود که حرارت آن به 700 گرادوس برابر می شود. در این حرارت سوزشواری دیزلی می تواند علنگه گیرد. در حالت جایگیر شوی پارشن در نقطه بالایی آرامی از فرسونکه سوزشواری با فشار بلند به داخل سیلیندر پاش داده می شود. هوا و سوزشواری آمیخته شده در زیر تاثیر فشار بلند و حرارت بلند خود لنگه‌گیری به وجود می آید. پس از آن حرکت کار آغاز می یابد. تکت خارج کنی گازهای سوخته شده محرک بنزینی مانند می باشد. از سیلیندر گازهای سوخته شده بیرون برآورده می شود. پس سیکل کاری محرک تکرار می شود. هنگام کار محرک در وقت معین در سیلیندرها تکت‌های گوناگون اجرا می شوند. در یک وارد شوی، در دیگرش فشرده شوی، تکت کاری و خارج شوی گازهای سوخته شده دیده می شوند. پی در پی کار سیلیندرهای محرک را ترتیب کار محرک می نامند. این ترتیب وابسته به حرکت کاری معین کرده می شود. مثال: برای محرک 4 سیلیندره ترتیب چنین می باشد: 1 3 4 2، یعنی حرکت اول در سیلیندر یکم، پس در سوم، پس در چهارم و دوم اجرا می شود. جایگیر شوی سیلیندرهای محرک. در محرک های بسیار سیلیندره که در آن سیلیندرها در یک قطار جایگیر شده‌اند، درازی کلان را حاصل می کنند. از این سبب این دو نمود جایگیر شوی سیلیندرها را محرک قطاری می نامند. اگر در یک گردنه شتون نورد زانودار 2 شتون را وصل نماییم و آنها را تحت کنج 90 گرادوس جایگیر کنیم، آنگاه در این حالت درازی محرک کوتاه می شود و شکل آن از پیش به حرف لاتینی 4 مانند می شود. چون این محرک ها را محرک های و شکل می نامند. اگر پارشن ها در سمت مقابل جایگیر شده باشند، آنگاه
این نمود محرک ها را محرک های اپوزیتی یا مقابل سمت مینامند. در روند استفاده ای اتومبیل در درس مذکور زودی حرکت نوردی زانودار به طرز حرکت آهسته نشان داده شده است. در حقیقت حال باشد زودی حرکت نوردی زانودار خیلی بلند می باشد. در تحته اسباب های مخصوص وجود دارد که آن را تاخومتر می نامند. این اسباب زودی درزنی نورد زانودار را نشان می دهد. اشکال چندکنی 10 20 30 و غیره را به 100 ضرب زده زودی درزنی نورد زانودار را معین می کنند. مثال 10 ضرب 100 برابر 1000 درزنی دقیقه، 20 ضرب 100 برابر 2000 درزنی دقیقه، 30 ضرب 100 برابر 3000 درزنی دقیقه و غیره. در وقت حرکت آزاد محرکی تفسان به سرباری زودی نورد زانودار محرک به 750 900 درزنی دقیقه برابر می باشد. هنگام به کار آماده نمودن محرک خنک مقدار درزنی نورد زانودار یک چند مراتبه زیاد می باشد. این زودی درزنی را درزنی برای گرم کنی محرک می نامند. با رفت گرم شوی محرک عدد درزنی نوردی زانودار تا اندازه معتدل پس می شود. برای وضع کنی گزارش های ناقل قطعی با ترتیب زیاد شونده محرک باید تا 2500 3500 درزنی دقیقه نورد زانودار زودی درزنی را حاصل نماید. وابسته به طرز اداره کنی اتومبیل یا شرایط حرکت در کوتل یا نشابی ها فاصله گزارش انتقال را می توانیم تا 2000 4000 درزنی دقیقه عوض نماییم. لیکن به پیدل گاز زیر کرده اقربک تاخومتر را در منطقه سرخ آورده رسانیدن توصیه دادن نمی شود و آن بی‌فایده می باشد.